سلام. تا حالا به پنیری که سر سفره صبحانه‌تونه یه نگاه دیگه انداختین؟ شاید خیلی ساده به نظر بیاد، درسته؟ ولی چی میشه اگه بهتون بگم اون تیکه پنیر لیغوان خودش یه نیروگاه کوچیک برای سلامتی شماست؟ تو این برنامه کوتاه میخوایم با هم ببینیم این خوراکی آشنا چه قدرت‌های پنهانی فراتر از تصور ما داره. واقعاً تا حالا فکر کردین پنیری که شاید هر روز میخورین چه قدرتی تو خودش پنهون کرده؟ بیاین با همین راز رو کشف کنیم و ببینیم چرا این پنیر ساده در واقع اینقدر خاص و قدرتمنده. جالبه بدونین تو آذربایجان به پنیر لیغوان یه لقب خیلی خاص دادن، طلای سفید. ولی خب این اسم فقط به خاطر طعم فوق‌العاده‌اش نیست. نه، یه دلیل علمی و خیلی مهم پشت این لقبه. دلیل این لقب دقیقاً همینجاست. پروتئین توی این پنیر کیفیت بیولوژیکی فوق‌العاده بالایی داره. خب این یعنی چی؟ یعنی که بدن شما تقریباً بدون هیچ زحمتی جذبش میکنه و مستقیم تبدیلش میکنه به سوخت برای ساختن و ترمیم عضله‌ها. یعنی فرقی نمیکنه ورزشکار حرفه‌ای باشین یا فقط یه روز شلوغ و پرتحرک داشته باشین، این یه منبع انرژی عالیه. خب حالا که از عضله‌ها گفتیم، بریم سراغ یه بخش مهم دیگه از ساختار بدنمون، استخوان‌ها. میخوایم ببینیم این پنیر چطوری به اسکلت و بنیان بدن ما کمک میکنه. این مقایسه رو ببینید، همه چیزو خیلی ساده نشون میده. شیر گوسفند که ماده اصلی پنیر لیغوانه، به طور طبیعی هم کلسیم خیلی بیشتری داره و هم فسفر خیلی بیشتری نسبت به شیر گاو. حالا تصور کنید وقتی این شیر تبدیل به پنیر میشه، این مواد معدنی چقدر فشرده و غلیظ‌تر میشن. پس نکته کلیدی اینه. این پنیر در واقع با یه تیر دو نشون میزنه. همزمان دو تا از پایه‌های اصلی سلامت فیزیکی ما رو هدف میگیره. یعنی هم به عضله‌هامون سوخت رسانی میکنه تا قوی بمونن، هم استخونامون رو با مواد معدنی حیاتی محکم و متراکم میکنه. این جمله به نظرم بهترین توصیفه. واقعاً همینه. مصرف منظم این پنیر مخصوصاً برای خانم‌ها و افراد مسن مثل یه سپر دفاعی طبیعی عمل میکنه و میتونه خطر پوکی استخوان رو به شکل چشمگیری کم کنه. خب تا اینجا از عضله و استخوان گفتیم، یعنی چیزایی که ساختار بدن ما رو تشکیل میدن. حالا بیایید بریم یکم عمیق‌تر ببینیم توی سیستم‌های داخلی بدن چه خبره و این پنیر اونجا چه کارایی میکنه. راز سلامت گوارش با پنیر لیغوان تو همین 3 مرحله ساده است. ببینید، برخلاف خیلی از پنیرهای صنعتی، این پنیر یه جورایی زنده است. باکتری‌های مفید یا همون پروبیوتیک‌ها توی اون فرایند طولانی عمل اومدن پنیر فعال میشن و اینا بهترین دوستای سیستم گوارش شما هستن. ولی صبر کنید، فوایدش برای سیستم داخلی بدن فقط به گوارش ختم نمیشه. این پنیر میتونه به سیستم ایمنی بدن شما هم کمک کنه تا در مقابل بیماری‌ها قوی‌تر باشه. خب این قدرت دفاعی از کجا میاد؟ یه بخشیش به خاطر ویتامین‌های مهمی مثل آ و دی هست. اما قسمت باحال ماجرا اینجاست. آنتی اکسیدان‌ها. گوسفندایی که شیرشون برای این پنیر استفاده میشه تو دامنه‌های سهند از گیاهان دارویی و وحشی تغذیه میکنن و تمام اون آنتی اکسیدان‌های قوی اون گیاها مستقیم وارد شیر و بعدش هم وارد پنیر شما میشه. فوق‌العاده نیست؟ خب دیگه داریم به آخرای بحث میرسیم. میخوام 2 تا نکته تکمیلی هم بهتون بگم. یکی یه فایده خیلی جالب برای زیبایی و اون یکی هم یه توصیه مهم برای اینکه چطور متعادل مصرفش کنیم. یه فایده غیر منتظره، سلامت پوست. بله، وجود ویتامین‌های گروه B و مخصوصاً چربی‌های طبیعی و مفید شیر گوسفند به حفظ شادابی و سلامت پوست کمک می‌کنه. در واقع این چربی‌های سالم برای ساختار دیواره سلول‌های پوستی ما کاملاً ضروری‌اند. البته یه نکته خیلی مهم هم هست که باید حواسمون بهش باشه. پنیر لیغوان اصل برای اینکه سالم بمونه تو آب نمک نگهداری میشه. پس طبیعتاً نمکش یک کم زیاده. ولی اصلا نگران نباشید، یه راه حل خیلی ساده داره. کافیه این 3 تا کار ساده رو انجام بدین تا نمک اضافهش گرفته بشه. اینجوری حتی افرادی که فشار خون بالا دارن یا باید مصرف نمکشون رو کنترل کنن هم میتونن با خیال راحت از همه فواید پنیر لیغوان استفاده کنن. این جمله به نظرم خلاصه همه حرفاییه که زدیم. انتخابای هوشمندانه توی رژیم غذایی مثل همین پنیر لیغوان یکی از مهمترین قدم‌ها برای ساختن یه زندگی سالمه.
پس دفعه بعدی که به یه تیکه پنیر لیوان نگاه می‌کنید، دیگه فقط به چشم یه خوراکی ساده برای صبحونه بهش نگاه نکنید. به اون قدرت پنهان توش فکر کنید. سوختی برای عضلاتتون، سپری برای استخوان‌هاتون و یه ارتش از باکتریای خوب برای سیستم گوارشتون. این فقط پنیر نیست، یه انتخاب هوشمندانه برای سلامتی شماست.